سلام علیکم خدمت عزیزین سلامت و خانواده سلام باشید. با شما رساندن اینم که در همین اینترنت کسی از جنس زن چگونه لباس پوشیدگی نباشد دویم کم بودیش رو میجویان میکنن تنبولیشه یک ابجویی میکنن. مثال من نبینید چی میگن که برادر کار نماز بخون. میدونین وقتی که انسان با انسان وقتی که شما معامله چگونه معامله کردین که شما همون خاراکتر شما هستید. مثلا با شما معامله خوب میکنم که خاراکتر من هست. وقتی کسی که با شما معامله کرد و خاراکتر انسان است، پس شما چگونه معامله که با من میکنین خاراکترتون شما با من نشون میده در همین چیز کامنتاریاتون. بله میگد که اول در یک جای توضیح افته خودت شین میگد که تو چیکار میذارم مثال داریم پس یک کسی دیگر رو با نصیحت کن. انسان اول هم کار خودش میکنه با یک کسی دیگر نصیحت میکنه. شما در پشتی و هستین صحنه هستین، من شما رو نمیدونم شما چگونه انسان ها هستید، لیکن مثل شما انسان ها رو من هر رو در حیات ما میخورم. مثل شما از جمله هاتون من میفهمم که شما چگونه انسان ها هستید. همین انسان هایی که برای میگن که رفت دور نماز خوان، رفت در پشت پرده نشین، رفت فرزند تربیت کن، این انسان های هستن که گفتی پدر رحمتی من که از بوی از انسانی یگان چی میگن بوی گرفتگی نیستن. انسان های میباشن که شیر مادرشون حلال خوردگی نیستن. کسی که شیر مادرش خوردگی باشد که و قدر انسان نمیداند و انسان قدردانی میکنه و انسان احترام میگذارد. کسی که قدر کسی رو میگن که به قدر زر گرم میرسد، به قدر این ویدیوهای من کسی میرسد که سواد دارد، اقلا یک کتاب رو صحیفه زده است، خوانده است، یک معلومات دارد. کسی که بغیر از کتاب‌های مکتب کتاب‌های دیگر رو ابلاغی نخوانده است که اون انسان‌ها با این سخن‌های من چی میگن سرفه نمیروند. پس هر چی می‌نویسم هر سخنو باز چشم آمد از پیش شما نیستن میگیرد شما این خیلی شما برای این تکنیم و به شما میگم که من انسانی هستم که در 9 سالگی پدر و مادرم به من گفتن که نماز نخوان، من تنهایی نماز خواندم. من یک رو هستم، من چیزی که خواهم میکنم، هیچ کس ما رو پیش رو هم گرفته نمیتونه. فهمیدین؟ شما پیش رو خودتون خواهید گیرین و من کاردار نشوین. فهمیدین؟ یادتون باشه.